سلام خدمت شما دوستان عزیز، هنرمندان گرامی و علاقمندان به نوازندگی تار. قسمت دوم از ویدئو آموزشی تمرین بیات اصفهان از استاد حسین علیزاده که در کتاب 10 قطعه برای تار جلد اول چاپ شده. قسمت بعدی شبیه آن چیزی هست که در قطعه شورانگیز قبلا توی ویدئوهای قبلی توضیح دادم. یعنی در واقع یک ریزیه که با یه اشاره شروع میشه، ما روی ر اینجا مضراب میزنیم، ریزمون میره رو دو و انگشت دوممون میخوابه روی تقسیم ر. ببینید پس حالا به همه اینا یه دونه بم هم اضافه میکنیم. حالا همینو از دو ببینید پشت سرم. پس این میشه بم ر ریز رو دو، انگشت میاد میشینه روی تقسیم. که خب همه اینا بستگی به سرعتی که ما همون اول انتخاب کردیم میتونه فشرده باشه یا باز باشه. پایه رو میزنم، بعد از پایه اینو میزنم. ساده است. بم لا سول. پس اینجا میشه بم ره دور، بم دو سید. دوباره پایه. حالا این قسمت اوجه، با سی کرون میریم بالا. انگشت یک میاد جای انگشت سه. همون حالت بم اشاره ریز اشاره رو از بیخ دسته میزنم. دوباره اوج از بالا دسته. این بار دیگه اون ملودی نیست، یه ملودی دیگه. پس یه بار دیگه این قسمت رو میزنم. اوج در بالا دسته. از اینجا مضراب میشه راست چپ راست چپ. جوابش رو سیم زد. یه بار دیگه اینو میزنم. سول تکیهش با انگشت دوم میخوره روی سی بمول. این قسمت دوم از ویدیوهای آموزشی تمرین بیات اصفهان بود. قسمت سوم که از همه مهمتره رو در ویدیو بعد براتون توضیح میدم. متشکرم. من کاوه پیمان هستم، نوازنده و مدرس تار و ستار که در صورتی که مایل هستید در کلاس‌های من شرکت کنید میتونید با آموزشگاه موسیقی ایران در ارتباط باشید.